یکی دوستای نازنین به دست آوردن پول است، یکی حفظ پول است. این دو تا فرق داره. بعضی‌ها به دست آوردن یاد داره اما حفظ کرده نمیتونه پولش. تو باید این مهارت رو یاد بگیری که پولت حفظ کرده بتانی. چی از شعر مولانای بزرگوار میگه؟ به حال کسی باید گریست دخلش بود 19 و خرچش بود 20. ای تو نباشه که دخلت 19 است، مثلا 19 میلیون ولی خرچت 20 میلیون. این را متوجه باشه که 19 افغانی هم تنها رفت. بنان مهارت حفظ پول هم یاد بگیرین. یکی مهارت به دست آوردنش، یک به دست آوردن پول مستلزم ریسک کردن، خوشبین بودن و قرار دادن خود در شرایط خاص است. چطور به دست میاریم؟ ریسک میکنیم، تجارت میکنیم، کار میکنیم. و حفظ پول به تواضع و فروتنی و توان بیم این که آنچه ساخته اید با همان سرعت از شما گرفته شود نیاز دارد. حفظش چی؟ تواضع کار داره.